سلام، رحمت و برکت الهی به خاندان یکایک شما. در برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز شوکتی محمد با شما هستم. سرخط خبرها: سفرهای امام علی رحمان به نواحی کشور با چه قیمتی تمام می شود؟ باز در مرز تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه سر زد. این دفعه در آبچی قلعچه. در نتیجه یک صدمه 6 شهروند تاجیکستان در روسیه جان باخته، 8 تن دیگر زخمی شدند. زیاده از 500 ساکن محلی در ولایت نارین قرقیزستان جمع شده از شرکت چینی جارچ ماینینگ طلب کردند که کان سالتان سری را ترک کنند. سفر امام علی رحمان به نواحی کشور همیشه چون غمخوری او به مردم و در غم آنها بودنش جلوه می شود. اما هیچگاه حساب نشده که از سفرهای او چه نفع و ضرری به مردم نواحی می رسد و سفرهایش با چه قیمتی تمام می شود. سفری رئیس جمهور به نواحی را حاکمان آن نه تنها آبرو و اعتبار خود می حسابند، بلکه این سفرها یکی از بزرگترین منابع درآمد برای آنها در طول رهبریشان است. با بهانه آمدن رئیس جمهور آنها نه تنها از کارخانه و شرکت ها، صاحبکاران محلی و حتی مردم عادی صدها هزار گاه میلیون ها سامانی جمع آوری می کنند، بلکه صدها هزار دیگر پول بودجه محلی را با این بهانه به کیسه خود می زنند. سفرهای پرزیدنت امام علی رحمان به نواحی کشور اکثر مورد با سپارش خود حکومت و یا اینکه دستگاه ریاست جمهوری پرشکوه تمام می شوند. دستگاه ریاست جمهوری و یا اینکه خود حکومت به واسطه به مسئولین در ناحیه ها و منطقه ها سپارش می دهند که باید از پرزیدنت در وقت سفرها با چنین شکوه و شهامت استقبال نمایند. از جانب دیگر خود رئیسان ناحیه ها هم در بین خود یک نوع مسابقه و یا اینکه آزمانی نانوشته دارند که هر یکی میخواهد استقبال و یا اینکه پیشوازگیری پرزیدنت را در محل خود نسبت به ناحیه های دیگر پرشکوه‌تر انجام دهد که البته این پیشوازگیری ها و یا اینکه این شیوه و طرز پیشوازگیری ها بر ضرر حکومت، بر ضرر مردم و به خصوص بر ضرر فرزندان مردم انجام می شود. مصیبت مردم با این غارتگری ها تمام نمی شود. در هر سفر رئیس جمهور برخی ساکنان از پارچه زمین، دیوار حولی، مغازه، دکان و حتی خانه محروم می شوند، زیرا به بخت بدشان داراییشان در سر راه پیشوا قرار گرفته است. برای خیره نشدن طبع جنابشان یا از او تنبیه ندیدن حاکمان محلی دیوارها چپگردان می شوند. دکان مغازه ها و حتی خانه ساکنان توسط بولدازر به زمین یکسان کرده می شوند، گویا اصلا وجود نداشتند. مخصوص برای سفر رئیس جمهور در اکثر حالات در ناحیه ها یک استراحتگاه زمانوی با سرعت بنیاد کرده می شود برای همگی چند ساعت یا دقیقه توقفی رئیس جمهور. آیا در کشور چون تاجیکستان کسی تصور کرده می تواند که پرزیدنت را در وقت سفر یکی از مسئولین طرز استقبال نماید که پرزیدنت آن شیوه را خوش نداشته باشد؟ نه البته. بعداً این استراحتگاه ها به مالکیت شخصی رئیس ناحیه یا ولایت تبدیل می شود. در این باره قبلا سایت اخبار هم خبر داده بود. این رسانه نوشته بود مقامات ناحیه کوهستان مسجا استراحتگاهی که برای سفر رئیس جمهور سال 2016 در دهه ولغوند ساخته شده بود کنده به دهه راغ برده اند، چون قرار است ماه اوگوست امام علی رحمان از این دهه دیدن میکند. پول حکومت در وقت سفر پرزیدنت ناجا صرف می شود، یعنی سفر به هدفهای اصلی خود نمی رسد. مسئولین ناحیه ها از مردم به قدر آنچه دهانشان می خواهد پول می ستانند. همزمان مسئولین حکومت در ناحیه ها فرزندان مردم به خصوص محصلین را
مجبور میکنند که از 1 ماه تا 3 ماه برای آمادگی سفر پرزیدنت وقت دیگران خود را خرج نمایند که این همه به ضرر ساکنان انجام می شود. قرار است رئیس جمهور اوایل ماه سپتامبر به ناحیه مومن آباد هم سفر کند. در کنار کولی مومن آباد که از موضع زیبا و خوشباد و هوای این ناحیه است، سالهای 2003-2004 رئیس وقت این ناحیه رانا کریمووا برای یک سفر امام علی الرحمن به آن موضع در کنار کول استراحتگاه بنیاد کرده بود. بعد سفر رئیس جمهور این استراحتگاه به مکان استراحت رئیسان ناحیه و ولایت تبدیل یافت. حالا این استراحتگاه را پر تخریب کرده به جایش بینای نو ساخته ایستاده‌اند با مبلغ حدود 2 میلیون سومانی که البته از صاحبکاران محلی و مردم ناحیه با زوری و زاری جمع آوری شده است. استراحتگاه در کنار چپ این کول که در عکس می‌بینید ساخته می شود. در این 15 ساله که از سفر امام علی الرحمن به کول مومن آباد گذشت، مقامات محلی قسمتی از زمین‌های اطراف آن را به مردم فروخته بودند. حالا چند خانه‌ای که در مسیر راه رئیس جمهور قرار داشتند بدون به صاحبانشان پرداختن جبران پولی تخریب کرده می شوند. دعوای مقامات ناحیه مومن آباد هم این است که گویا این خانه ها غیر قانونی بنیاد شده اند. این هم در حالی است که صاحبان خانه ها بعد حجتگزاری رسمی و دریافت تمام اجازه ها آنها را بنیاد کرده اند. این نواری که شما می بینید یکی از همان خانه هاست که با دستور مقامات تخریب شده است. بچه بیام چون تختمون خلا میدم مرا شکست این تفلین که نخ از باروی سو این چی به این صوفیه این صوفی دیانت هم مرا رسمو کن یه پول بدوخی به پول بگیره ما خلان ای بچه هم مرا رسمو کن شموخی ایج نیمیشه هاشید شما روز مونه تنه بچه شما چی خیلی بودم بسه مرا رسمو کن دیگه بسه این هاشید یگان قانون شکنی که در این حالت رخ داده است زمین فروشی حکومت محلی است، اما ضرر را مردم می‌بیند. فروش زمین یکی از راه‌های اصلی درآمد رئیسان ناحیه ها در تاجیکستان میباشد. بعد فروختن زمین آنها به مقامات دیگری محلی سپارش می‌دهند که اسناد آن را برای صاحبان نوشان درست کنند. ساکنان همچون همه حجت‌هایشان با مهر و امضا آماده می شود به ساختن خانه می پردازند. اما وقتی امکان افشا شدن جنایت رئیس ناحیه به وجود آمد، آنها برای پنهان کردن جنایت خود ساکنان را از زمین و خانه هایشان محروم می سازند. باز در مرز تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه سر زد. ساکنان نزد مرزی جماعت قلونده ناحیه لیلک قرقیزستان جوانان جماعت آفچ قلچی ناحیه باباجان غفورف را نگذاشتند در میدانچه ورزشی نزد مکتب بازی کنند. در نتیجه ساکنان نزد مرزی هر دو کشور با هم در افتادند. این و دیگر خبر و رویدادها را در شرح همکاران ما بشنوید. ساکنان نزد مرزی جماعت قلونده ناحیه لیلک قرقیزستان جوانان جماعت آفچ قلچه ناحیه باباجان غفورف را نگذاشتند در میدانچه ورزشی نزد مکتب بازی کنند. طبق خبرگزاری اسپوتنیک خبر داده است ساکنان جماعت قلونده ناحیه لیلک قرقیزستان این ورزشگاه را حدود بحثناک نامیده وارد شدن تاجیکان را بر آن منع نمودند. منبع خبر گفته است ساکنان جماعت اساساً جوانان به ورزشگاه برآمده خواستند که زمین آن را از خس و خاشاک تازه نموده در وقت فارغ از کار و بار فوتبال بازی کنند، اما جانب قرقیزها مانع این کار جوانان شدند.
این در حالی است که اخیراً ظریف نظیری رئیس ناحیه باباجان غفورов از وضع آرام مرز با ناحیه لیلک قرقیزستان صحبت کرده بود. گفتنی است بعضی از نواحی ولایت سغدی تاجیکستان با قرقیزستان هم سرحد است، ولی خط مرز برای ساکنان این دو کشور تا به امروز معین و مشخص نشده است. تاجیکستان و قرقیزستان حدود 970 کیلومتر مرز مشترک دارند که 50% آن هنوز علامت گذاری نشده است. چنین نامعینی به نزاع و برخوردها میان ساکنان عادی و سرحدبانان این جمهوری‌ها باعث می‌شوند. در نتیجه یک صدمه صبح امروز 6 آگوست 6 شهروند تاجیکستان از جمله یک دختر 14 ساله در حدود ناحیه ساسب ولایت ریزانی روسیه جان باخته، 8 تن دیگر زخمی شدند. وضع سلامتی 2 نفر از مجروحان وزنین گفته می شود. پلیس روسیه می گوید 12 مهاجر سوار یک مسافربر خرد مرسدس به طرف تاجیکستان می رفتند. این مسافربر به یک ماشین سبکرو برخورده است. سرگئی لیچینین، یک مقام اداره بازرسی دولتی اتومبیلی ریزان، به خبرگزاری تاس گفته است که در رابطه با صدمه تحقیق آغاز شده است و از روی نتیجه های آن خلاصه خود را اعلام می کنند. ولی از حال پلیس راه روسیه تخمین زده است که صدمه گویا با عیب راننده مسافربر رخ داده است. زیاد از 500 نفر ساکن محلی در ولایت نورین قرقیزستان جمع شده از شرکت چینی جورج ماینگ طلب کردند که کان سلطان سری را ترک کند. یک ساکن محلی 2 کارمند این شرکت را توقیف کرده است و در نتیجه نزاع به میان آمده مردم محلی تجمع کردند. رئیس ولایت نورین امانبای قیلف برای گفتگو با اعتراضگران به کان سلطان سری رفته است. 2 روز پیش سنه 4 آگوست نیز در کان مذکور حدود 30 نفر چارواپرور محلی دست به تظاهرات زده اعتراض خود را به کارکرد شدن کان از سوی شرکت چینی بیان کردند. ملیک کامیلوف نماینده شرکت چینی که در سلطان سری کارخانه استخراج معدن را بنیاد کردنی است گفت اگر شرکت ضرر رسانیده باشد آماده است به آن جواب گوید. همچنین همین گونه مناقشه سنه 3 آگوست در سلطان سری میان ساکنان محلی و کارمندان شرکت چینی صورت گرفته. در نتیجه 2 ساکن محلی آسیب دیده بود که فعلا در بیمارخانه نورین قرار دارند. 12 کارمند شرکت چینی در شعبه پلیس بازپرسی می شوند. این هم در حالی است که اکثر کانهای معدنی تاجیکستان در دست تاجران چین است. از افلاس شوی دریاچه ها و اکولوژی مردم گرد اطراف آن به داد آمدند ولی کسی به داد آنها نمی رسد. نزدیک 30 تن از مادران سرفرزند صبح 5 آگوست نزد حکومت شهر نورسلطان قزاقستان جمع شده طلب حل مشکل منزل را کردند. آنها از شرطهای برنامه منزلی حکومت اظهار ناراضگی کرده همزمان طلب نمودند که حاکم شهر آلتای کولیگانوف به ملاقاتشان برآید. یک قسم این زنها را معاون رئیس پایتخت بختیار مکینوف برای گفتگو به داخل بینای حکومت دعوت کرد. زنهای جمع شده گفتند بگاهی دیروز بعد آن که در شبکه‌های اجتماعی مسئله جمع‌شوی را بررسی کردند پلیس و نمایندگان حکومت آنها را آگاه نمودند که در صورتی در کوچه جمع شدند احتمال است نسبتشان چاره‌جویی شود. دوام چند هفته آخر این بار چندم است که مادران سرفرزند در قزاقستان تلاش ملاقات با منصبداران بلندپایه را می‌کنند. زنها پیشتر نیز تلاش داشتند تا برای حل مشکلاتشان با پرزیدنت و حاکمان شهرها ملاقات کنند. برنامه تحلیلی خبری پیام نیوز به نهایت خود رسید. برنامه‌های دیگری رادیویی ما و مطلب‌های ما را در پایگاه پیام.net و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. انتظار پیشنهاد و ملاحظه‌ها و همکاری‌های شما هستیم. خیر تا روز دیگر.